به نظرم هنر از مدادرنگی شروع نمیشه. هنر از جرأت ابراز کردن و اعتماد به نفس شروع میشه. من پانتها عسکری هستم، مدرس و متخصص هنر کودکان. تو کلاس‌های من فقط نقاشی کشیدن مهم نیست. مهم اینه که بچه‌ها یاد بگیرن فکر کنن، خلق کنن، خودشون رو ابراز کنن. تو کلاس‌های من مهمه که بچه‌ها بتونن با اعتماد به نفس ایده هاشون رو بیان کنن. توی این کلاس‌ها بچه‌ها با تکنیک‌های مختلف نقاشی، کارهای متنوع، پروژه‌های خلاقانه آشنا میشن و یاد میگیرن که چطور از همه این تجربه‌ها بدون ترس از اشتباه کردن استفاده کنن. روش تدریس من طوریه که هر کودک بتونه با سرعت و سبک خودش بره جلو. قرار نیست از هم کپی بکنن یا کار همدیگر رو تکرار بکنن. هدف ما اینه که بچه‌ها از هنر لذت ببرن و بتونن خودشون رو، احساسشون رو و تواناییشون رو به ما نشون بدن. اگه دوست دارید فرزندتون در یک فضای امن، خلاق و پویا هنر رو تجربه کنه، با من همراه باشید.